28 مارس تحت ریاست اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، رئیس حکومت مملکت محترم امامعلی رحمان، مجلس حکومت جمهوری تاجیکستان برگزار گردید. در مجلس حکومت جمهوری تاجیکستان نخست درباره سری وقت آماده نمودن ساحه‌های اقتصادیات و اجتماعیات جمهوری برای فعالیت منظم و ثمره‌بخش در دوره تیرماه و زمستان سالهای 2019-2020 حسابات وزیر رشد اقتصاد و سودا نعمت الله حکمت الله زاده شنیده شد. تاکید گردید که مقصد تهیه کردن لایحه قرار حکومت جمهوری تاجیکستان طرح‌ریزی و اجرای نقشه و تدبیرها وابسته به حل مسائل آمادگی ساحه‌های اقتصادیات و اجتماعیات جمهوری به دوره تیرماه و زمستان سالهای 2019-2020 می باشد و برای هماهنگسازی کارها در این سمت ستاد جمهوریوی تأسیس داده می شود. پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان دستور دادند که برای در سطح خوبی تشکیلی گذراندن دوره تیرماه و زمستان از امروز آمادگی جدی بینند و جهت تطبیق نشان دهنده های قرار مذکور تدبیرهای عملی اندیشند. سپس درباره لایحه قانون جمهوری تاجیکستان عاید به وارد نمودن علاوه‌ها به قانون جمهوری تاجیکستان درباره بودجه دولتی جمهوری تاجیکستان برای سال 2019 و درباره لایحه قانون جمهوری تاجیکستان عاید به وارد نمودن تغییر و علاوه‌ها به قانون جمهوری تاجیکستان درباره دیگر پرداخت‌های حتمی به بودجه گزارش وزیر مالیه جمهوری فیض‌الدین قهارزاده، عاید به لایحه قانون جمهوری تاجیکستان درباره تامین آب نوشاکی و رفع آب‌های پرتو گزارش وزیر انرژتیک و ذخیره‌های آب عثمانعلی عثمانزاده، عاید به لایحه قانون جمهوری تاجیکستان درباره تامین اهالی با محصولات خوراکواری غنی گردانیده شده گزارش وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی نسیم عالمزاده و درباره برنامه رشد صنعت سبک در جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2022 گزارش وزیر صنعت و تکنولوژی‌های نو زراب‌الدین فیض‌الله زاده شنیده شد. در کار مجلس همچنین لایحه قانون جمهوری تاجیکستان عاید به وارد نمودن تغییر و علاوه‌ها به کدکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان و لایحه قانون جمهوری تاجیکستان عاید به وارد نمودن تغییرات و علاوه به قانون جمهوری تاجیکستان درباره سنجش فعالیت سوبیکت‌های خواجگیداری بررسی کرده شد. لایحه‌های قانون‌های محاکمه شده و خلاصه حکومت جمهوری تاجیکستان درباره پیشنهاد خلاصه حکومت جمهوری تاجیکستان به لایحه قانون جمهوری تاجیکستان درباره چراگاه برای بررسی به مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان ارسال کرده شد. در انجام کار مجلس حکومت جمهوری تاجیکستان رئیس حکومت مملکت محترم امامعلی رحمان و مسئولین برای اجرای سریوقتی دستور و سپارش‌ها وابسته به در سطح بلند تشکیلی گذراندن معرکه زمستان، ذخیره کافی مواد سوخت و آذوقه، آماده سازی انشاءات ساحه‌های اجتماعی و اقتصادی برای به مشکلات گذراندن موسم سرما، وسعت کارهای صحرایی، تقویت تدبیرهای سازندگی به استقبال جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان سپارش‌های مشخص دادند.